آهنگ جدید شفیق مرید و راحل یوسفزئی. راحل یوسفزئی کجاست و چرا دیگر آواز نمیخواند؟ آهنگ شفیق مرید و راحل یوسفزئی چی زمانت نشر خواهد شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. شفیق مرید هنرمند خوش صدا، جوان و نه چندان تازه کار در میان هنرمندان افغانستان است. آقای مرید از ولایت زیبای لغمان است و داماد خانم نغمه و آقای منگل است. آقای مرید همیشه خواسته آهنگ‌های میهنی و حماسی برای علاقمندانش بسرایت و آهنگ‌هایش همیشه از طرف مردم و علاقمندانش مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. آقای مرید در کشور امریکا زندگی می کند. آقای شفیق مرید یگانه هنرمند افغانستانی است که هیچ وقت نخواسته با هنرمندان خانم آهنگ دوگانه اجرا کند، ولی در تازه ترین اقدام خود خواسته با هنرمند جوان کشورمان خانم راحل یوسفزئی که اکنون در کشور ترکیه زندگی می کند آهنگ دوگانه اجرا کند. راحل یوسفزئی در خانواده هنرمندی دیده به جهان گشوده است. پدر وی هم نیست از جمله هنرمندان موفق کشور ما است. خانم راحل یوسفزئی بعد از سرودن چندین آهنگ عاشقانه به زبان دری و پشتو دیگر آواز نخواند و به کشور ترکیه سفر کرد. اکنون خواسته با شفیق مرید آهنگ دوگانه پشتوی ثبت کند و دوباره به کارهای هنری خود ادامه دهد. ما هم آرزوی موفقیت سلامتی برای آقای مرید و راحل یوسفزئی داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.